اگر به خود کلمه مسئولیت نگاه کنید، responsibility، به نظر می رسد درباره توانایی پاسخ دادن صحبت می کند. برای چه چیزی می توانید مسئولیت بپذیرید؟ در درجه اول، مسئولیت پذیری نسبت به وضعیت آگاهی خودتان است که تعیین می کند چه نوع جهانی را خلق می کنید. زیرا فقط یک وضعیت بیمار یا ناکارآمد آگاهی یک جهان بیمار و ناکارآمد را در بیرون تولید می کند. یک ناکارآمدی عمیق در انسانها وجود دارد که هزاران سال است وجود داشته است و اگر تغییری در آن رخ ندهد، این ناکارآمدی ما را نابود خواهد کرد. پس تنها کاری که باید بکنید این است که مسئولیت وضعیت آگاهی خود را بر عهده بگیرید. وضعیت آگاهی من در این لحظه چیست؟ آیا من آشفتگی تولید می کنم؟ آیا من منفی گرایی تولید می کنم؟ آیا من تعارض و رنج برای خودم و دیگران تولید می کنم؟ آیا من آلودگی درونی ایجاد می کنم؟ آیا من این موجود زیبایی را که هستم با حرکات مداوم و پوچ فکر آلوده می کنم؟ احساسات منفی تولید می کنم و یک موجودیت کامل توهمی تولید می کنم که آن را من می نامم.